با سلام خسته نباشید خدمت همه تریدرهای عزیز، همه اونایی که در حوزه ترید چه در فورکس و چه در کریپتوکارنسی فعالیت میکنند. سلام عرض میکنم. امیدوارم تو همه معاملاتتون پرسید و موفق باشید. این ویدیو امشب درباره اینه که اصلا چرا منتورینگ، چرا یک نفر میخواد شروع کنه فارکس رو یاد بگیره، شروع کنه به معامله کردن در فارکس یا ارزهای دیجیتال و یا در حوزه کریپتو، چرا نیاز به منتورینگ داره؟ اصلا میتونه نیاز به منتورینگ هم نداشته باشه، میتونه خودش اقدام کنه، میتونه خودش مطالعه کنه و معلوماتش رو ببره بالا، خودش شروع کنه ترید کردن. بچه چند تا مطلب من اینجا باید به طور واضح بهتون بگم. اولین نکته اینه که سخت‌ترین کار دنیا ترید کردنه. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه شما با وجود خودتون باید مبارزه کنی. هیچ دشمنی نداری اینجا، تو این کار یه دشمن داری. این دشمن خودتی. باید با دشمن ذهنت و تمرکز ذهنت و کسی که هیچ کسی یا این که ذهنی که هیچ اطلاعاتی درباره ترید نداره و هیچ پیش زمینه‌ای درباره ترید و معامله کردن نداره، باید شروع کنی مقابله کردن از همون روز اولی که میخوای ترید کنی، میخوای یاد بگیری ترید کردن. بعضیا میان تو این بازار، شاید این حرفا تکراری باشه، مثلا تو اینستاگرام، تو یوتیوب، تو جای دیگه از این حرفا خیلی میزنن که مثلا شما تو این بازار بیا سود میکنی فلان، میتونی سود کنی فلان. ببین یه چیز واضح بهتون بگم، تو این بازار هر کی میاد تا 2-3 سال اول باید پول از دست بده. حالا دیدیم یکی میاد مثلا یه دونه ترید میزنه، 2 تا ترید میزنه، یه دفعه 20 تا 30 تا ترید میزنه، استراتژیش خوبه فلان، مثلا تا یه سال، مثلا یه سال و نیم اینو یه ذره سود میکنه، ولی به سود مداوم دائمی نمیتونه برسه تا تجربهشو پیدا نکنه، تا 4 سال، 5 سال، 6 سال، بعضی موقع 10 سال. بابا البروکس تو جملاتش گوش بدید، برید تو یوتیوب سرچ کنید البروکس رو ببینید، میگه من 15 سال 16 سال حدودا تو این مایه ها، تو این سالا فقط ضررده بودم. پزشک بوده، فقط میگفت فقط ضررده بودم. آره میشه مثلا 6-7 سال اینا 6-7 سال بعد شروع کنی به سوددهی مداوم، میشه، به شرط اینکه ببینید بچه‌ها، به شرط اینکه استراتژیت کامل باشه، مدیریت سرمایه‌ات کامل باشه. بعد ارزم به حضورت یعنی چی کامل باشه؟ یعنی که استراتژی داشته باشی، استراتژی بک تست گرفته باشه. البته درباره بک تست کردنم دوباره توی جداگونه دربارهش توضیح میدم، چون همه اینا درباره واسه منتورینگ، اول واسه خودم اینا رو میگم که واسه منتورینگ و اینا خوبه. در رابطه بک تست گرفتنم، بک تست جواب نمیده بعضی موقع. بازم باید تجربت، بازم باید ترید کنی، باید پوزیشن بگیری، استاپ تارگت بذاری، باید سل و بای بگیری تا بتونی تجربه پیدا کنی تو اون معامله، تو اون بازار فارکس. درسته بعضیا میان مثلا 1 سال 2 سال 3 سال همه چیزشون اوکیه، میان به سوددهی میرسن، ولی به نظر من زیر 4-5 سال هیچکی نمیتونه به سوددهی مداوم برسه. تازه اول اینکه استراتژی داشته باشی، بعد ارزم به حضورت مدیریت سرمایه رو داشته باشی، بعد مدیریت سرمایه اصولی داشته باشی، استراتژی اصولی داشته باشی،
حالا به قول بعضی بک تست گرفته باشی، بعد ارزم به حضورت هم غم بازار چشیده باشی و علاوه منتالی اوکی باشی. این علاوه منتالی خیلی مهمه که اینم بودم. الان من تو این پادکست کلی خیلی کلی صحبت میکنم، همه رو ریزش میکنم واسه در پادکست بعدی، در ویدیو بعدی ریزش میکنم واسه تو و به طور کلی دارم صحبت میکنم. ببینید بازار فارکس طوریه که ماها کلا ساخته نشدیم واسش. کلا میگم کل دنیا اینطوریه، فقط ایرانی‌ها اینطوری نیستن. حالا اقتصادی و مشکلات اقتصادی اینا کاری ندارن، کل دنیا اینطوریه که ذهن آدم واسه فارکس ساخته نشده. ذهن آدم باید تربیت پیدا کنه، باید آموزش پیدا کنه، باید کنه باشه، باید سمج باشه تا فارکس رو یاد بگیره، باید پیش بره، موفق بشه توش. حالا چجوری میخواد موفق بشه؟ حالا رسیدیم به منتورینگ. یه عده میان این راهو کوتاه میکنن. چجوری؟ مثلا میان یه نفر رو میگیرن به عنوان منتورشون که این آموزش بده بهشون، که مثلا یه مدیر سرمایه رو بهشون میگه یه دونه اولی استراتژی بهشون میگه، استراتژی بک تست شده بهش میده، یه مدیر سرمایه درستابی بهش میده، بعد خودش بالا سرشه، پوزیشن هایی که میگیره، استاپ تارگت هایی که میخوره همشو بالا سرشه، همشو ژورنال میکنه. اوه بچه‌ها ژورنال. ببینید یه مطلبی بهتون بگم، تریدری که کسی که ترید میکنه، خب من حقیقتشو بگم من 4-5 سال دارم ترید میکنم ولی هنوز اسممو تریدر نداشتم. کسی که ترید میکنه، چون تریدر خیلی مقامش بالاه، چون کسی که واقعا تریدره یعنی اینکه به سوددهی دائم رسیده. حالا $50 $100 ماهی $200 ماهی $500 دائم میدونه که این ساده اون میتونه خود به خودش بگه که تریدر. من هنوز ترید، من منتورینگ هم نیستم، منتورینگ خودم هم. من این چیزایی که بازم دارم بهتون میگم. چی میگم بهتون؟ به خاطر چی میگم؟ به خاطر خودم بهتون میگم. اولی که تکرار مکرر واسه خودم بشه، دومی که بتونن بچه‌هایی که تازه وارد ترید میشن بتونن استفاده بدونن به چه خبره ترید. خب کسی که میخواد وارد ترید بشه چند تا حالت داره. یا اینکه میاد یه منتور میگیره، هر چی حالا پول میده، هر چی بعد ازش 10 سال داره این کارو انجام میده، 15 ساله، حالا هر چی دوستش فلان اینا، یه دونه منتور میگیره. اون منتور چیکار میکنه؟ میاد یه اول از این یه استراتژی بک تست شده در اختیارش قرار میده. دوم از این مدیر سرمایه اصولی در اختیارش قرار میده. بعد استاپ تارگت اوکی و مشتی به قول بچه ها در اختیارش قرار میده. چه جفت اعضایی رو باید معامله کنه، همه اینا رو در اختیارش قرار میده. بعد بالا سرشه، هر پوزیشنی که میگیره بالا سرشه، میگه این پوزیشن این به خاطر این کار بگی، به خاطر اون کار بگی. ذهنش عادت میده، پرورش میده ذهن اونو. نه 1 سال نه 2 سال، باید چند سال باید انجام بده این کار. یکی 2 ماه هم نیست. چرا؟ چون دلیلش اینه که ذهن آدما با هم دیگه کاملا فرق میکنه تو ترید کردن. شما بیا، من چندین بار اینو امتحان کردم، با چندین نفر این کار انجام دادم. شما بیا یه استراتژی، یه مدیر سرمایه، یه اصولو به همه یاد بده، اونا رو همه رو اوکی کن، به همه یاد بده، ولی میبینی که 4-5 نفر تریدشون یکی نیست، سودشون فرق میکنه کلا با هم، ضررشون کلا برمیگرده به ذهن آدم. بچه‌ها یه مطلب نکته مهم بهتون بگم، نکته خیلی خیلی مهم بهتون بگم. عرضم به حضورتون، شما اگه مدیر سرمایه‌تون اوکی باشه، استراتژی اوکی باشه، همه قوانین اصولی که دارید رو رعایت کنید، اینا به نظر من 2% کاره، 2%، نهایتا 5% کاره. 95% به ذهنتون بستگی داره. تو چه موقعی ترید میکنید، کجا ترید میکنید، جاتون عوض میشه تریدتون عوض میشه، زمانش عوض میشه تریدتون عوض میشه، مکانی که ترید میکنید عوض میشه
تو سر کار یه جور ترید میکنید، تو خونهتون یه جور دیگه ترید میکنید. من اینو بارها واسه من پیش اومده، بارها دیدم، چشیدم، با پوست و گوشت و استخونم چشیدم همه اینا رو که دارم واسهتون توضیح میدم. دوست دارم، هیچی هم نمیخوام، نمیخوام، نه پول میخوام، نمیخوام به کسی آموزش بدم. اگه حالا مثلا یه لایک یا سابسکرایب هم کنید، اونم دوست داشتید بکنید، دوست نداشتید هم نکنید اصلا. من فقط اینا رو به خاطر خودم میگم، چون خودم تکرار مکرر بشه، واسه خودم، فقط واسه خودم. دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید، دوستم نداشتید نکنید، هیچی هم نمیخوام. فقط تجربیاتمو در اختیار افرادی میدم که میخوان ترید کنن. حالا کجا بودیم؟ یکی میاد منتورینگ، یه منتورینگ میگیره، درسته، یه زمانی مثلا یکی به عنوان منتور میگیره، بالا سرش همه این کارا رو انجام داده و فلان، میاد بالا سرش میمونه. بعد 3 سال، 4 سال، 5 سال، یکی هم بعد 1 سال، 2 سال ممکنه به سوددهی برسه، ممکنه هم نرسه، ممکنه بستگی به برمیگرده به اون خانواده‌اش، چجوری تو اون خانواده، تو چه خانواده‌ای بزرگ شده. خیلی بچه‌ها این حرف که میدونم تاثیر داره، تو چه خانواده‌ای بزرگ شده، چه نکاتی و خانواده‌اش بهش یاد دادن، از لحاظ نظم، از لحاظ انضباط، از این لحاظ دارم میگم. یه دونه تریدر موفق تو همه چیش باید نظم و انضباط داشته باشه. صبح که از خواب بلند میشه تا شب که میخوابه باید تو همه چیز نظم و انضباط داشته باشه. تمیزی، ازم به مسواک زدن، غذا خوردن، لحن صحبت کردن، رانندگی کردن، همه اینو باید نظم و انضباط. باید این نظم و انضباطش همش، یعنی من خودم به نوبه خودم این نظم و انضباط رو نداشتم. من روش بگم، من حرفمو روش میزنم. من وقتی شروع کردم ترید کردن، اول اون صحبتایی که به من میکردن من میخندیدم بهش، گفتم بابا ول کنید، بابا نظم و انضباط چیه فلان. بعد یه مدت گفتم بذار این کارو انجام بدم، حالا شاید حرف میزنن، بذار انجام بدم. دیدم خیلی تاثیر گذاشت تو تریدر، خیلی تاثیر گذاشت. حتی مسواک زدن، حتی صبح خواب بلند شدن. وقتی صبح خواب بلند میشی تختتو جمع کنی، وقتی که به موقع بلند شدن، به موقع رفتن سر کار، تأخیر نداشتن. حالا بماند من چیکار میکنم، مثلا کارم چیه، بیرون یا تأثیری هم نداره واسه گفتنشون. ولی اصل مطلب اینو بگیرید که ترید باید اونی که میخواد تریدر بشه، اونی که میخواد ترید کنه واقعا باید همه چیزش نظم، باید خیلی نکته بین باشه، باید خیلی سمج باشه، باید به قول بچه‌ها خیلی کنه باشه. نباید ول کنه، یه معامله از دست میده، یه دونه حساب از دست میده، نباید ول کنه. یه نه ببینید بچه‌ها، بعضیا میان میگن آقا ترید کلاهبرداریه فلان اینطوریه، بعد من ازم میخوام پولتو بدم. نه اینطوری نیست. خیلی از آدمایی میشناسم که تو همین موقعیتی که تو ایران دارن زندگی میکنن، نه تو دبی زندگی میکنن، نه تو آمریکا زندگی میکنن، نه تو کشورهای دیگه، تو ایران دارن زندگی میکنن، سودشون هم میکنن، راحت زندگیشون هم دارن، کارم میکنن، سودم میکنن، ولی نظم داره. کجاشون نظم داره؟ روانشون نظم داره. آره ضررم میکنن بعضی موقع. اصلا بچه‌ها یه مطلب دیگه دوباره بهتون بگم، اینا رو کلی دارم بهتون میگم، ریزش هم بهتون میگم دوباره تو پادکست ها یا ویدیو بعدی ریزش رو بهتون میگم. بچه‌ها اینطوری نیستش که همش سوده باشید، نه، یا همش تا منظورم این که تارگت بخورید، نه، استاپ هم میخورید. استاپ جزئی از ترید کردنه، باید باشه توش. اصلا استاپ نباشه به درد نمیخوره ترید کردن. ولی استاپی که میخورید باید از اون استاپ یه چیزی یاد بگیرید. چرا آقا این استاپ خوردم؟ اینجا برمیگرده به چی؟ به ژورنالتون، برمیگرده به این که آقا جون شما چجوری میتونی ژورنال بنویسی؟ اگه اوور ترید کنی، اگه 20 پوزیشن بگیری، دیگه نمیتونی ژورنالشو بنویسی، خودتو بکشی هم نمیتونی بنویسی. نهایتا تو روز تو بتونی پوزیشن بگیری، یه دونه دوتا، نهایت.
خب حالا اینو دوباره برمیگردیم به این که بعضیا میان منتور میگیرن، این کارا رو انجام میده واسهشون، به سوددهی میرسن یا نمیرسن. ولی بعضیا میان مثل من منتور نداشتم، من خودم همین کارا رو انجام دادم، خودم اومدم مطالعه کردم. مطالعه هم بهتون بگم بچه‌ها، کسی که میخواد ترید کنه باید مطالعه داشته باشه. اصلا مطالعه نداشته باشه نیاد سمت ترید، اصلا کنه نباشه نیاد سمت ترید. یکی میاد مطالعه میکنه مثل من مثلا مطالعه کردم، شروع کردم از ابتداییشو از یه بنده خدایی گرفتم، متد ترید رو یاد گرفتم، اصول انواع اقسام اندیکاتورها رو یاد گرفتم، دونه دونه تستش کردم. این جریان با صبر و حوصله، بچه‌ها صبر خیلی مهمه. بچه‌ها اگه تو ترید کردن صبر نداشته باشید کلا ول معطلید. اینا میره به روانشناسیتون، کلا تعطیل میشه اگه صبر نداشته باشید. با صبر و حوصله 5 ماه 6 ماه هر کدوم از اینا رو بک تست گرفتم، ایچیموکو فلان اینور اونور فلان استراتژی فلان، اینا همه رو چیز کردم تا به یه استراتژی رسیدم که تونستم یه ذره باهاش ترید کنم. تازه یه ذره، هنوز من نمیگم سودده شدم یا ضررده شدم، اصلا کاری به اونا نداشته باشید و منم ندارم. حالا اگه بعدن اگه یه عده خواستن بهشون میگم چی جوری چیز کنن. من البته یه مطلبی بهتون بگم، من استراتژی هم میذارم واسهتون، مدیر سرمایه هم میذارم واسهتون، روانشناسی هم واسهتون بیشتر صحبت میکنم. در شرف و در راستای منتورینگ که برای خودم معلم خودم باشم، بتونم با اون دشمن درونی خودم مقابله کنم در موقع ترید کردن، واسهتون همه اینا رو میذارم که خودم هم بتونم ازش استفاده کنم، یادم هم نره خودم. این دلیلی بود که بهتون گفتم چرا منتورینگ. خب یه عده میان منتورینگ کارو انجام میدن، یه عده نه مثل من، دو تا حالت داره، یا منتورینگ میگن یا مثل من مثلا خودشون چیز میکنن، بعد میرسن به این که میگن شاید منتورینگ خوب باشه. من تست نکردم، بعضی هستن میگن خوبه، ولی من به این نتیجه رسیدم چرا منتورینگ و در آخر این پادکست و در آخر این ویدیو دارم میگم چرا منتورینگ واسه خودت خوبه. واسه خودت خوبه که همه رو به یاد بیاری، دوباره تکرار مکررات بشه، بتونی اصلاح کنی پوزیشن گرفتن تو، بتونی اصلاح کنی ترید کردن تو. تمام.